آپای سجده جان دستی گل پرورتان درد نبیند هرگز. گل پرورده تان گرد نبیند هرگز. خانه سرد ما از دل پرمهر شما جانم، این خانه دم سرد نبیند هرگز. از روی спектакль های نویله هایی که ساجده غلامова به افیر برآورد ما حاضر میتوانیم درس آموزیم. ساجده غلامова گرچنده که من نزدیک اون کس قطعی شناس نباشم هم، لیکن من در تلویزیون استاد اون کس رو میحسابم. من پیش آپای ساجده هنرشون شخصیتشون تعظیم میکنم. هر ایجادکار در میدان ایجاد با شیوه و با توان خود وارد می شود، تلاش می کند، مثل که چیزی آفریدن می خواهد و یک نفر از او ایجادکارانی که در زمان شروع شهرها در زمان سابق شوروی خیلی زیاد ایجاد کرده بودند، خیلی زیاد از هنر و از کار و از رفتار و پیکار خویش امروز واقعا هم شایسته نقش گذاشته بودند در رشد تلویزیون تاجیک. کارگردان بسیار شناخته تلویزیون، معلمه بسیار عزیز و گرامی ما که امروز دعوت پیری میرانند ساجده اپا بودند. امروز ساجده اپا وقتی که ما نوارهایی که شما برای ما با گذاشته تماشا میکنیم مثل که خیلی ساده هستند، سوژه ها ساده هست، اندیشه ها مثل که ساده هست، لیکن پشت این سادگی ها اونقدر سازندگی ها هست که شما جاری کرده اید و امروز در خانه میشینید یاد اون روزگار شیرین شما رو چگونه فرا میگیرد. شما دنبال او روزهای زیبنده و سازنده نمیروید در عالم خیال ها. هر یک نمایش و هر یک سپیتاکل هامی یا اینکه و کنسرت هامی همه این یک وزنی دارد و یک کار مهنت طلب میکنه. الان خصوص وقتی که کارگردان های تلویزیون برای کینو بسیار کینو استودیو آسان تر است به نوار گرفتن و نقش آفریدن و چون که هر یک لحظه علاهیده به نوار میگیرن. هر یک لحظه در تلویزیون یک اگر امکانات اون وقتی که ما کار میکردیم این خیلی امکانات نداشتیم ما یک سپکتاکل کلانه ما به ما از ساعت 2 تا ساعت 5 مهلت میدادن. در مدت 3 ساعت؟ در مدت 3 ساعت 3 ساعت سپکتاکل می و یک 2 ساعت سپکتاکل می همین باید من همون با یک گنجانم همون باید من راه یابم که بعد از من باز دکوراسیون علیش میکردن و نمایش زنده باید شبانه میرفت و با این خیلی بیاشم بود خواهیده باش بود. بعد با دورهایی که ما کار میکردیم منتاژ نبود و من این الکترونی منتاژ ها نبود و اینا نو برآمد این چیزا و ما لحظه های میشد مستقیما میبرم. ها مستقیما حتی سپکتاکل های من در خاطر دارم بسیار سپکتاکل های من یک بار میرفت مردم پسند میدید با تکرار باید تکرار کنیم از سر نو باز میرفتیم و اکتورهای دعوت گشته و برگشته گشته و برگشته. بعد سالهای 82 وقتی که المپیادا سر شد در روسیه بعد به ما کامراهای علاوگی دادن و بعد منتاژ هم حالی صرفا نمیرفتیم ما بعد به ما باید دادن پتس اتوبوسایی که در درونش تمامی کامرای همه چیزها بود با آنچه کاری ما آسان شدگی بود. با وجود اون اگر وقتی که ما به نوار میگرفتیم یگون جا با اگر اکتور فراموش میکرد تکستش تمام استاپ از سر نو باز ثبت میکردیم از اول این خیلی که مثلا دوامش رو کنیم مردم صرف هم نمیرفتیم چیزا همون و یا کارکنای تکنیکی چیزها صرف هم نمیرفتن. برای همینم از یک جهت من میگم که حاضر جوانهایی که به کار آمدن برای اینها بسیار آسان چون که همه چیز مهیا حاضر همه چیز مهیا. من مثلا حاضر من شنیدم که در سفینه تمامی تکنیک های نو آوردن تمامی اسیستیتی پریبار مثلا برای روشن دهنده های پولت های نو کامره های نو همه چیز نو
ما هم از کجا بوده همین کامera بیرون میشد تمام بود. هنوز در گیتیس وقتی که نام صحنه‌چاش بازی میکرد چه استودنت ها وقتای امتحان با از دیگر کورس ها می آمدن برای که کورس ما خیلی کورس بقوت بود. بعد تیز نام برآورد با معنای خوبش. بعد وقتای امتحان با می آمدن که сегодня у таджиков экзамен رفته باید بینیم. خیلی ما بازی میکردیم، صحنه ها ما خوب میگذشت، هممون با قوت کورسمون در حقیقت با قوت بود. وقتی که سوژده میبر اومد الکی وای چی اودیتوریا داشته باشیم یا چیزی زلی کلامبا و روسو اونقدر نفهمانم اینقدر میخندیدن. اون کسا من همچون هنرپیشه میدانستم. وقتی که گیتیس مسکو تام کرده آمدن در تئاتر تابستانه یک نمایشنامه بود با نام اجاره نشین که رول اساسی بازی میکردن، اثر فیضل انصاری. در یکی از اسپکتاکل‌های اولی که من در تلویزیون مانده بودم این دختر هندو بود از روی حکایه پریم چندر. در آنجا همه تمام کننده های انستیتوت صنعت لوناچارسکی اشتراک کرده بودند. سوجیده غلامووا هم اون کس در همون اسپکتاکل من یکی از رول ها رو اجرا کرده بودند. عجایب بود که با گریم هم خودش میافت. یک گریم میکرد، یک گریم ها برای خودش فانتازیش خیلی بوی، اینقدر فانتازیش بوی و یک دم میخه چیزی که معلم میگفت یک دم میکپید یک دم پیش بمیر. این کس نبیره هستن؟ نبیره دوست داشتم، این از همه خوردی نبیرم، 6 تا نبیره دارم. این خوردی میگوین که فرزند عزیز دونه نبیره مغزی دونه. در همین چی حکمت باشد؟ اکنون حکمتش همین که حکمت از همه دوست می‌دارید. خیلی اینا کلام میشن، فرزندات کلام میشن. وای مهربانی و وای نوازشی که تو برای کودک خود میکنی اینا کارا نمیتونی اون وقت. بعد مزیدانه هم میگیریم، مهربانی میکنیم. خمار میشه. بله. اجازه میتید در اینجا آب برم. اختیار من همین کار بسیار پرمسئولیت کارگردانی رو باز در تلویزیون اختیار کردید، در حالی که شما مثلا شاید دنبال هنری اپا رفتید به همین ساحه و خوب میتوانستید که هنرنمایی کنید روی صحنه و امروز مثل که پس پرده نباشید. من گمان میکنم که مردم همه یاد دارند و دوست میدارند تا هنوز نمایشنامه های آفریده شما رو صدا از تو بود، توی حیات و عشق، توی جنایت و جزا و باز دههای دیگر و او هنرمندان رو دیدن، اعتراف کردن، محقور کردن، لیکن نه همه او تماشابینه که نمایشنامه رو خوب در خاطر دارد کارگردان پس صحنه رو میشناخته باشد. مگر خوب نبود که او کسب رو که اختیار کرده در همون کسب، در همون هنرنمایی روی صحنه صادق میماندید و شاید یک اندازه فراموش نمیشده. من و فاطمه در حقیقت هر دو خواهریم. ما یک دانشکده رو تمام کردیم در شهر مسکو. بعد گروهی و باز یک دودر خیلی مدنی دیگر دارید. اسفندیار که همگی حوثی سوغای قرنفل رو میخورن. و همین دانشکده ما تمام کرد. من یک سال، نه 2 سال من در تئاتر کار کردم، در تئاتر خوجند، پیشتر بود از خوجند. بعد از اونجا گروه مای همه مای به تئاتر لوتی آوردن. تئاتر نفهمید سوژده. بعد کنسرت گروپ ها برای میکردن لپر خواند و رقص کند و چی. بعد 4-5 ماه گفت که یا 6 ماه خطا نکنم فاطمه گفت من میرم از این تئاتر. من لپریست نیستم، من رقاص نیستم، من حافظ نیستم. من با اون چیزایی تیان که من در آن نقش‌های خودم آبازی کنم، در آن نقش‌هایی که من راحت کنم، در آن نقش‌هایی که من میتوانم آفریده. بعد خلاصه که تئاتر که اون نفهم این رفت، جوان بود رفت تلویزیون با. من با وای منوی نگذاشتم که من یگان کس در تعجب مانم و نشان دادم که من چه. من میخواستم یک بار خودم سنجم که من از اون همین کار میبرم میتونم نه.
و من بسیار سوال میکنم که برای چه شما کسب مردانه انتخاب کردید این کسب مردانه لکن به فکر من کارگردانی این مردانگی و زنانه ندارد حاضر همه ببینید زنها کارگردان زنها اپراتور تلویزیون بیشتر میفتن که زنها اپراتور شده نمیتونن چون باری وزنی من زنها رژیسور کینو رژیسور انجینیرهای تکنیکی مثلا کارهایی که مردم میکنن حاضر ما برابری مردها خود ما پس داشته نمیتونیم برابری همانا مهنت میکنیم فقط من با یک چیز دیگه تاکید کردنیم که در حقیقت کار تلویزیون نهایت وزنین است نهایت وزنین بعد کاری شیرین هر خیلی ژانر در بر میگیرد هر خیلی ژانر اگر شما ژورنالیست مثلا خواهد خودش سنجد ادبیات و صنعت و درباره صنعت تصویری و درباره نویسنده های درباره علم های تمام ژانر به خودش میگیرد شما همه طرفه آماده آنید که خودتون گشایید مثلا میدان فراغ برای آموزش و برای پیشرفتن فقط مهنت طلب میکند مهنت بسیار طلب میکند در خاطر دارم من هم جوان بودم 21 ساله بودم خیال میکردم که هر چقدر بروقتر آماده کار باشی و هر چقدر بروقتر به کار بیایید همینقدر برای خودی تو خوب باشد در حقیقت همین بود وقتی که من اسپکتاکل میگرفتم خیلی دوره‌های ما بازم تکرار شود میگم که وقت زاپیس این خیلی چون بود که تو زاپیس کنی بعد مونتاژ کرده باید تازه کردی همین خیلی چقدر که مینوشتی نوشتن هم نبود همین زنده مثلا من میرفتم می اومدم من با رسم ها کار میکردم پگاهی 7:30 به می اومدم نامه کارم سر میشد یک بار پیش رسم ها می در آمدم پیش رژیسوری آواز می در آمدم کارگردانی آواز پیش دکوراسیون یک بار از نظر میگذراندم ماشین های یک بار میدم که برای ما میرفتیم برای ثبت برای ثبت کردن با همون پلانکو هایم نگاتیو ثبت میکردیم پوزیتیو نبود چی فرق داشتن این لنته ها؟ این لنته ها نگاتیو وقتی که خیره نشون میدید خیره نشون میدید باز هر پولت بند کنابکه ها ماندگی بود وقتی افیر افسودن بود باید تو فراموش نکنی که پلانکه تو نگاتیو است باید تو همانه در بکنی در گرانده مانی که پوزیتیو شده گذارد روشن شده گذارد بسیار میگم که بسیار کارهای ما وزنیم بود برای اپراتورها علال خصوص با من مثلا اسپکتاکل خیلی سر کار داشتم هر یک تا کادر اپراتور نوشته میگرفت دفترچه بود پیش کامera بود همین крупный план من گپ شما средний план گپ سوجده من общий план فلانه هر یک تا کادر این کامera مینویست کامera سیوم مینویست کامera یکم مینویست از روی همین کامراها اینها کار میکردن اگر خدای نکرده یک تا کامera اگر شما خطا کنید الکی وایرال میشه حرکت میکردن که همون کاری تلویزیون رو از خود کنن و نمایشنامه رو ثبت کرده گیرن با اکتورها کار میکردن با تئاترها رفته کار میکردن اون کس من با یک خصلتی اون کس معقول بود که اون کس گرچنده که ضعیف باشن اون کس بسیار مهنتی بودن اون چیزی که کاری رژیسور طلب میکنه از او که اون کس خیلی با یک شوق با یک تلاش زیاد مهنت میکردن سری همون چیزی که انتخاب کردن و ما هم اون کس بسیار احتراف میکردیم زن هستند و مریض هستند و اینقدر خودشون میسپردن که ما شرم میکردیم ما حق نداشتیم
حق نداشتیم که دیگر خیل یعنی که نسبتی کارمان به اعتباری کنیم یا که سهلنگاری کنیم حق نداشتیم. هنرمندی که رژیسور میفهمد و رژیسوری که هنرمند میفهمد با فکرم از این فقط برد هر دو طرف میشد و باخت نمیشد. خطا نمی کنم اگر حاضر گویم که ما نمیتوانیم این خیلی سپیکتاکل ها رو به نوار گیریم، چون که او یک جهانی داشت، او سلیقه‌ای که ساجده غلامова داشت و استادی که اون کس داشت حاضر ندارم. ساجده موضوعی که انتخاب میکردید در نمایشنامه ها، در سپیکتاکل ها، در تهیه سپیکتاکل ها، این موضوع سپورشی بودن یا اینکه ذوق خود شما؟ بله. درام نویس ها می نوشتن، می آوردن، بعد می خواندیم، انتخاب میکردیم برای خودمان. انتخاب میکردیم، هر کس موافق قواش بخیالم، هر کس موافق قواش. خب اما بسیار معقول بود همین چیزهای ملی خودمان من دستم لبز ملی، بوی ملی داشته بودن. چون که من خودم دختر دهاتی بودم، من میخواستم هر چقدر با مردم نزدیکتر باشم و نزدیکتر فهمم. در خاطر دارم یک سپیکتاکل من بود، همین نوعم صحنه‌های عشقی داشت، عشق و محبت داشت. هیچ همون عشق و محبت نمی برآمد از من. هرچند فکر میکردم هیچ نمیتونستم همونو پیدا کنم. چقدر پیشنهاد کنم به اکتورها و آقای‌ها. بعد می اومدم شعبه بعد میفتم بچه‌ها، هر یک جوان بچه‌ها با من نقل کنیتون، شما هم که چقدر عشق ورزی میکنیتون، دختری دستارتونم. اینش نقل میکرد و ایش نقل میکرد، همه من از همه میگرفتم. بعد میکشدم همین آبرازه که در حقیقت محبت یک چیز نهایت نازک است. نهایت. با همش تو گناهکار. تو اول کویش کردی؟ من گناهکار؟ این گپ رو با خودتون گویید؟ با خودتون گویید برای چی رو دور زدید؟ چرا جنگ کردید؟ باز گناه خودشان را به سر من میپرساید. زنکی همش عیبی تو. حس نمی کردم که در همین نمایش حیات و عشق یگان کسی از صنعتکارا سستر باشند یا اینکه بهتر همه آنها یک بودند، چون که رژیسور خوب بود.